حفل نامزدی عجیب و غیر قابل باور غزال نایت در کشور کانادا. غزال نایت بالاخره ازدواج کرد. همسر جدید غزال نایت کیست؟ غزال نایت در کجا زندگی میکرد؟ مصروف چی کار باری بود؟ و دلیل دوری غزال نایت از هنر موسیقی چی بوده است؟ همسر جدید غزال نایت کیست و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک است. شما همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. از جمله هنرمندان سابقه دار کشور است که توانسته است شهرت خوبی کسب کند. وی آغاز کارهای هنریش را به طور پنهانی و با سرودن آهنگهای دوگانه با نظیر خارا آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. غزال نایت آهنگهایش مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار می گرفت. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد، هنر موسیقیش را به گونه واضح و آشکارا و علنی آغاز کرد و کارهای موسیقیش مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار گرفت. این همه در حالی است که غزال نایت تازه تصاویرش به نشر می رسد که وی برای بار دوم در کشور کانادا نامزد شده است، ولی تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که همسر دوم غزال نایت کیست. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.